خب امشب تولد سپهره. سپه داداشمه و عشق منه و میخوام براش کیک بپزم. بعد میخوام مراحل کیک پختن رو بهتون نشون بدم. اول پودر کاکائو و پودر قهوه رو ریختیم تو شیر و حلش کردیم با حرارت. الان شکر و تخم مرغ و وانیل رو زدیم هم بخوره. بعدش روغن رو اضافه میکنیم. بعدش این مخلوط چیزمون رو اضافه میکنیم، شیر و کاکائو و قهوه‌مون رو. بعدش هم آرد، یه سر سوزن نمک و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم. میشه این. بعد اینو میریزیم تو قالبمون. این شد رخ کار کیکم. به نظر خودم که خیلی خوب شده. آره، امیدوارم طعمش هم خوب باشه. حالا اینو باید خانواده نظر بدن. یه کرم قهوه هم درست کردم برای روش که روش بمالم. این شد رخ کار. کیکون زیره. این رو هم اون کرمیه که کرم قهوه‌ایه که براش درست کردم. خب به پایان امروز رسیدیم. امروز همونطور که بهتون نشون دادم کیک درست کردم و من که از کیک نخوردم، اما مامان و بابا ازش خوردن، گفتن که خوشمزه بود، ولی موضوع این بودش که کیک پف نکرد و بیشتر شبیه برونی شده بودش، یعنی بافتش اونجوری شده بود، ولی گفتن خوشمزه بود و خوششون اومده بود. بعدش این که دیگه استیک خوردم شام، خیلی خوشمزه بود ولی خیلی بزرگ بود. من 1/3 استیکم خوردم. بعد دیگه چی؟ دیگه همینا. کاری که بعد امروز میکردم هم کردم، چالش رو رعایت کردم، ولی ویدیو نگرفتم چون که خیلی درگیر کارهای تولد بودم که غذا مزه درست کنم و اینا، به خاطر این نشد. و آره، الان میخوام ویدیو رو ادیت بکنم. اینم ویدیوی آخر امروزه دیگه. این که مراقب خودتون باشید. فردا میبینمتون. بای بای.